السلام علیکم بینندگان عزیز. برنامه‌های تلویزیونی صبح دوام دارد. یکی از شاعران ممتاز میگوید که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. واقعا هم در کمالیابی هر یک فرد، در علم آموزی هر یک شخص به واسطه سهم استاد برجسته است. به سبب مولای روم نگفته است هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. و امروز ما چون در آغاز تاکید کرده گذاشتم درباره علم آموزی و حرمت و احترام استاد سخن میکنیم و به همین خاطر به استودیوی تلویزیونی صبح امام مسجد تاج محل داملا مجیب عطیف را دعوت نمودیم. السلام علیکم داملا، پیش از ما به استودیوی تلویزیونی صبح خوش آمدید. واقعا هم استاد بزرگترین شخص است و حق او میگویند که با پدر برابر است، چون که در کمالیابی هر یک شخص سهم استاد برجسته است و علم آموختن فرض است میگویم، لیکن علم را ما پیش از همه از استاد میآموزیم. من اسلام درباره علم آموزی و حق استاد چی میگوید؟ بسیار خوب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولا حمد و ثنا مر خداوند را که صاحبای علم و علم در دنیا عزیز کرد و به پیغمبری نازنین محمد صلی الله علیه و سلم درود به پایان بود که تمام امتاش ترغیب کرد برای علم آموختن. خیلی گفتن که من اختبر قدمه فی طلب العلم حرم الله جسده فی النار. کسی که قدمش گردآلود کند در راه علم، خداوند جسدی و در آتش دوزخ حرام میکند. اینچنین الله سبحانه و تعالی پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم خلاص که البته دین اسلام خدا خواهد طرفدار علم آموختن است، یعنی علم حاصل کردن ان شاء الله خدا خواهد چی است؟ تمام مردم است، جوان و پیر فرقی ندارد ان شاء الله. اولا ان شاء الله ما تمام یعنی استادا را و تمام طالب علم های چه علمی دینی باشد چه دنیایی باشد و مناسبت ان شاء الله فرارسی تحصیل و گرفتن علم که 3 ماه تشنه بودن آرزو میکردن که من بسیار شاهد شدم ماهای آخر که همه در بازارها ترددی لباس خری، ترددی کتاب خری، ترددی قلم و روچکه خری. بعضی چی گپ است؟ گفتن عید است، شادی است. من چه خیلی عید است؟ گفتن عیده که گفتن تحصیل یاد کردیم، علم حاصل میکنیم، سال خانش تیاری با همین گفتن چندین ناملوت صحبت کردیم. اکن من همیشه دیده حواس کردم و دوره های کودکی به یادم آمد. کاش ما هم کودک میشدیم و انشاءالله خدا خواهد چکا میکردیم، یعنی علم حاصل میکردیم. لیکن افسوس که گذشت سال برای پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم که طلب العلم فریضتون من المهد الى اللحد، یعنی طلب کردن علم از گهواره تا لحد است. گرچه میگه در جهان شوی خوشروی، ز گهواره تا لحد دانش جوی. الحمدلله خدا خواهد با این ما خدا خواهد انشاءالله چکا میکنیم دوام میتیم. همین استادا را خدا خواهد کچه قوت و همه طلبه ها را ذهنشون انشاءالله خدا خواهد کشاده بگردن، چون که الله در قرآن کریم هم دعا کرده است محترمی که استعیذ بالله و قل ربی زدنی علما. بگو میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم الله علم من زیاده کند. یعنی همین انشاءالله طالب علم هر سحر پگاه پیش از رفتن انشاءالله دانشکده یا که مکتب ها باید همین دعا کنه و استادان انشاءالله نسبت طلبه مهرش زیاده بگرداند. من در تاریخ از ما شما مذهب به امام اعظم میگیم، همین حضرت 22 سال علم حاصل کرده هستند. 22 سال نزد یعنی حماد استادشون انشاءالله علم گرفتن. در دوام 22 سال بالکل علم انشاءالله حاصل کردن به سبب چی؟ صبر و طاقت و تحمل شو انشاءالله خدا خواهد. و در تمام دنیا مشهور شدن. اول سوداگر بودن، مشهور نشدن. وقتی که راه علم ده انشاءالله خدا خواهد قدم رنجه کردن، الحمدلله بهترین شخص در دنیا انشاءالله خدا خواهد مشهور شدن با واسطه علم خود انشاءالله. یعنی ثروت نه و علم انسان رو مشهور میکنه. انسان رو مشهور میکنه، چون این ثروت ها آینده رونده است.
یک میاد یک گم میشه، یک میاد یک گم، یک بوی میشه یک کمبغل میشه. لیکن علم هرگز گم نمیشه. بزرگان گفتن چقدر علم خونی زیاده شدن میگیره، این کم شونده نیست. از این سال ثروت و بایگری دنیا چی که امروز هست سحر نیست. علم ثروت به انتها، به انتها است. الحمدلله چقدر ان شاء الله خوی همون قدر خدا خواهد الله سبحانه و تعالی علم دادن میگیرن. برای همین بزرگی خدا خواهد یعنی انسان درجه یافتنش در تمام دنیا به علم است. اگر به تاریخ نظر اندازیم خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد علیه السلام و سلام الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ استعیذ بالله. اولین حکمی که به محمد شد اقرا بود. خون گفت، دون نگفت، فهم نگفت، دیگر چیز امر نکرد. دیما که نجات در علم است. اگر در دیگر چیز در بایگری و در دنیا و در مرتبه و منصب می بود الله سبحانه و تعالی محمد چی می گفت؟ یعنی انی کارا بکن می گفت. من سرچشمه ان شاء الله دینم چی است؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. بخون به نام پروردگار بزرگت که تو را آفرید گفت. من محمد صلی الله علیه و سلم سرچشمه فعالیت پیغمبری شو به علم سر کردن. الحمدلله. 3 مراتبه حضرت جبرائیل تاکیدش کرد اقرا. جبرائیل تاکیدش کرد رسول میگن که انا لیس بقاری، من خواننده نیستم. من هیچ نمیدونم، من آدم عامی هستم. یک بار در کانالشو گرفتنش میگه و یک سر شدن گفتن که اقرا. خب با گفتن من نمیتونم. بعد 3 مرتبه میگه چنان جفیدن میگن که قریب بود که گفتی ما شما از هوش رو. من ما میگه 5 آیت قرآن الله سبحانه و تعالی میگه نازل کرد و در همین آیت در یعنی مابینش علم الانسان بالقلم آیت است. تعلیم داد انسان به یاردم قلم. قلم گفته که من شاه جهانم، قلم کش را به مقصدش میرسانم. انشاءالله کسی که قلم در دست میگیرد و علم میخواند انشاءالله به قله های بلندترین. من امروز شاه های دنیا را بینید که میشناخت واسطه علم ذکاوت دانش که من پادشاه ما و شما یا پادشاه دیگر مملکت ها را بینید با واسطه علم و دانش امروز در دنیا مشهور شده رفته سودیان. الحمدلله. دیمک همه نجات انشاءالله چی است؟ در دنیا هست، یعنی در علم است. پیامبر نازنین میگن العلم عز الدنیا و شرف الاخره. علم یعنی عزیز میکنه انسان در دنیا، صاحب حرمت میکنه، صاحب منصب میکنه، صاحب درجه میکنه. کسی که علم دارد دنیا از عقیب وی میدود. کسی که علم ندارد وی از عقیب دنیا میدود. الحمدلله. از مثلا یک عالم باشد حرکت میکنن هر یک آدم یک ساحهش نه قبولش کند یا که هر یک ساحه انشالله خدا جوش بدید. اون چیزی که من پرزیدنت خدا خواه شوکت میرزیویف شخصی داناترین جوانای با علم همشه رغبت دارد به چی؟ به مکافات ها. اعتبار نداده است که کلان سوال کشیدنش در کاریو فلان چی نه. میگه کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی باری. بینید این کلان سالی اعتبار نیست. 70 80 نداشت هیچ عقل نداشت و چی در کار؟ بزرگی در سال نیو در عقل در چی دست در انشاءالله علم دست. الحمدلله با واسطه علم انسان درجه میاد. انسان طلب العلم میگه العلم کالنور والجهل کالظلمه. علم مانند یک نور است که آدم اطرافش روشن میکند، جهان بینیش وسع میکند، نیک و بد و ثواب و گناه و حلال با واسطه علم میشناسد انسان. نادانی چی که ظلمت است، تاریکی است. شخصی نادان 1000 اگر اینجا گپ بزنی میگه میرود. باید چون از ظلمت است، تاریکی است. اگر انشاءالله مردمی ما الحمدلله اگر نسبت علم انشاءالله خدا خواهد زیاده شوند این مملکت پیش می رود. امروز خطای آرزو میکنیم طوری میگه خطای میگه در پیش است. برای چی؟ با چی پیش است؟ با علمش. الحمدلله من امروز اروپا مثلا گرمانیا دیگر مملکت ها را رفتن میان حواس میکنن که همین قدر با همین قدر ترقیات پیشروی حرکت دیگر یک با چی شد؟ با علم شد. علم و فن اگر انشاءالله خدا جا باشد همش انشاءالله خدا خوب می شود.
یک سرا گفتگی شخص در بعضی کتاب‌های هندوستان خوان که در گفتن هندوستان در کوش یک میوه است، کسی که همون میوه را خورد مرده را زنده میکند. یک شخص دانا را میگد نزدش دعوت کرد، گفت من نبی همین تو گفت برو، گفت همون میوه یافته بیا، تو در 1 سال مهلت، 1 سال در همون کوی هندوستان تجربه گذرون. کسی که میوه آورد انداخت، 3 بگه آورد انداخت، اولی چرا هیچ چیزی که یک زنده شود. حیران شد میگد. بعد پیش یک همون عالمی همون هندوستان رفت، گفت میگد من نبی همین خیلی در کتاب بوده است، گفتن این کوه عالم است، علم است، علمش میوه هوای است. جاهلا انی شخصان نادانی به علم مردگان انینا هستند. ببینید چون که عالم باشد انشاءالله خدا خواهد، گوجایی که یک اینکه خدا خواهد انشاءالله آدم علم دار باشد، اون مملکت در تمام دنیا مشهور می شود. بعدی وفات هم آنها بعدی وفات هم انشاءالله. من یک صدقه جاریه هست 3 سال پیامبر حدیث است که یکیش یعنی کتاب ها مونده رفته. ما باید که از خودمون علم مونیم. چون امام بخاری گیم که حدیث برای ما موند، گیم که انشاءالله خدا خواهد ابوالعلی سمرقندی، یا گیم که انشاءالله خدا خواهد من امام ترمذی رحمت الله علیه، یا که برهانی راشدانی، شیخ محمد صادق شیخ انشاءالله حضرتایی که در خود مملکت مومنی، اینا همیشه زنده هستن. با چی؟ با علمشو، با کتاباشو، با میوهاشو. باید که ما هم انشاءالله از یعنی خود میوه گذاریم و از خود انشاءالله خدا خواهد یعنی چی گذاریم؟ یعنی آیندهمون خدا خواهد یعنی بنیاد کرده داریم. و یکی دیگرش میگه فرزند صالح است، صدقات جاریه. اگه فرزند صالح بچی میشود با علم انشاءالله خدا خواهد، چون که هر یک کسی که در عقیبه دعا میکند رحمت انشاءالله میشنود، انشاءالله او رحمت او وی بچی انشاءالله با پدر و مادر رسیده نیستند. حضرت رسول الله چی میگن؟ شرف الانسانی بالعلم والادب لا بالمال و النسب. انسان میگن بزرگیش فقط با علم و ادب میشود، نه با مال و با نسب. مال و نسب کتی نه، ادب علم کتی. پیامبر اسلام گفتن که والادب کالشجری والعلم کالثمری فان لم یکن شجر فکیف یکون الثمر. گفتن آداب درخت است، علم میوه همون درخت است. اگر گفتن درخت نباشد میوه از کجا حاصل می شود؟ کسی نگفتن آداب نباشد میوه از کجا حاصل می شود؟ باید که آدم و علم دار با آداب زور باشد. آداب اولین جا میستد، یکم آداب بعد علم. به سبب تعلیم و تربیه نمیگه پیوستگی داره. باید که انشاءالله خدا خواهد آداب انشاءالله بچه ها زور شدنش در کار. اینا چی در دینی علمم چی در دنیاوی هم. بچه ها مثال بعضی علم حاصل کردن آداب نیست. حسن بصری میگن من لا ادب له لا علم له. کسی که آداب ندارد علم ندارد. حتی جان در بدنی به ادب می لرزید است. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه که جان در تنی به ادب لرزان است، 100 جان بفروشی و ادب خری ارزان است. یعنی از به ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سری مردان است. الحمدلله ادب تاج است. میگه از نور الهی بینه بر سر برو کجا که خواهی. میگه آداب زور باشه علمت باشه چی؟ یگان جان خور نمیشه. خواهی امریکا برو، خواهی فرانسیا برو، کدام مملکت بروی علم باشد و آداب باشد همه خریداری ما و شما رو میکنند، همه انشاءالله خدا خواهد. در همینجا باز یک سوال پیدا می شود. در ادبیات شاعران نوشتند که حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. اسلام در این باره چی میگوید؟ در چه نظر است؟ البته امروز سبب اکثری طالب علم ها علم حاصل نشدنش به حرمتی استاد است. استاد از همه پدرها بهترین استاد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم آباؤکم ثلاثه گفتند، پدرهای شما 3 است.
شما در دنیا 3 پدر دارین. گفتن یکم پدری که انشاءالله خدا خواهد من ولدکم، کدام پدری که مادری که شما را به دنیا آورد. و دویم گفتن من زوجکم، کدام انسانی که دخترش به شما داد. و هم پدر و مادر ما و شما است. امروز افسوس که این مسئله بسیار انشاءالله دشوار است که امروز حتی طرف زن مردها عموما کپک نمیگیرنش، احترام نمیکنن، حقارت میکنن، گویا که حرمت کند اگر گویا که این یک میترسیدگی باشد یا که فلان. نه، این معنی ندارد. همه پدرها خدا خود پدر است. و سیوم پدر انشاءالله و من علمکم، کسانی که شما رفتن تعلیم علم میتید، تعلیم کسب میتید انشاءالله، اینا هم پدرها هستن. خیر الآباء من علمکم، بهترین گفتن پدرها کسی که شما را علم میتید. از او 2 پدرم سیوم پدر بهترین پدر است. اسکندر سوال کردن که برای چی تو استاد نسبت پدر حرمتش بالا میدونی؟ چون گفتم پدر من در دنیا تربیت میتید، استاد این دنیا هم و در آخرت هم. شرف این دنیا و دنیا در باسته استاد انشاءالله خدا خواهد من چی میشم؟ گفتن سزاوار میشم، نائل میشم. شاعر گفته است که هر کی به استاد کرد آغازی کار و بار اون ندارد اعتبار. کسی که به استاد اگر آغاز کار کند و کار بارش اعتبار اگرچه به درجه کشفیات هم رسد. همین زیر شعری، همین شعر زیرش یعنی شرش نفتن که اگرچه به درجه کشفیات هم رسد اعتبار نیست. گفتن دامانی استاد گیر شاد شوی، مدت خدمت کن و استاد شوی. دامانی و بگیر یعنی دعاش بگیر، از پی وش و خدمتش بجا بیار. انشاءالله خدا خواهد روزی میشه ترم استاد میشه. من لیس له شیء فشیء شیطان، کسی که میگه استاد ندارن استاد و شیطان است. تعلیم دهنده 2 خیل میشید است، استاد میشید است. ببینید استادش کسی که علم تعلیم میتید، خواندن و نوشتن، این استاد میشید است. کسب و کار یاد میتید، استادی است، شاپری است و استاد میشید است. هرچند لیکن انشاءالله خدا خواهد یعنی چی است؟ درجه مرتبه داره علم افزایشش به نظر استاد. امام اعظم رحمت الله علیه حکایه میاره. امام اعظم رحمت الله علیه وقتی که در درس حماد سر کردن اول در طرف چپ میشیشتن، چون که استادا وقتی که زیرکی دانگی و یاد طرف راست نجاش میدادن. دیدن که در چهره حضرت امام اعظم حرکتش غیرت زیاده، طرف راست نجاش دادن. و حتی که وقتی که یکم کارشو میبرمن چیکار میکردن؟ یعنی در پیشو در جاشو موندهشو میرفتن. یه روز در اثنای درس گفتن بدن، برای این حضرت ها به درجه بلند میرسن. اثنای درس گفتن بدن که یه باره یک کودک دیده پیش دری مدرسه اومد، حضرت خیستن، چند بار شیشتن. گفتن حضرت چی گپ است؟ این میخیزه میشینه. همین استاد ما بچهش نزد در مدرسه آمد، مبادا به حرمتی نشود. نبینید فرزند استاد. یه روز دیگه دست دادن که یک کافر بچه اومد، حضرت با خیستن شیشتن. گفتن شاگرداش خیر یک کافر بچه است آخه خدر شما و گفتن از پدر همین من یک مسئله یاد گرفتگی، حرمت هوای من همین حرمت میکنم. چون که رسول الله که خذ الحکمت ولو مشرکا، تا یه حدیث است، بگیرین حکمت را اگرچه مشرک باشه هم. ببینید از من که روسا را یک خاراکتر خوبش با من معقول است، همین کتابخوانی شو. اروپا همین است الحمدلله. گوجای منی در دستکش یک کتاب است، گوجای میشیند کتاب کتیزه. حتی یک بچه روایت میکنه میگه در ماشین رفته زوده است سویتافور چند یعنی که 20 سکند 10 سکند در میگیرد. همین نمیگه یه بار کتابش دیده و بعد اولی میشه. زندگی ما بانی نستو.
ما امروز محبت بانی طوریم. یک عالمی گفته است که اگر ما محبتی که به تلفن داریم، اگر به کتاب و به قرآن بندیم، حالی عالم و قاری دنیا را زیر میکرد. افسوس که امروز بچی درجه را رسیدن. اینا با پدرها را ای باشه بینید. من دیروز کوچیک دیماست دادم، طلبا رفته سودن، هر یک تاش 10 تا کتاب در کنارش گفته رفته است. ما گفتم خدا خواهد انشاءالله اکن اینا علم سر میکنن. نیکی افسوس که یک آبشتترت کتی مکتب تمام میکنن. واز بک سومکچا گفته دادن دیروز هم چند 9-10 را ملاحظه کردن، یک باری که وای 2 تا کتاب هم نمیبره. وای چی خیلی عالم شاوه. من همین از استادا التماس میکردم، گپی من خیر میگیرن نمیگیرن این الله، چون که ما فقط نصیحت میتیم. هر یک درسی که انشاءالله خدا خواهد کتاب است قطعا طلب کنند، همون کتابا باید که در دستش طلبا باشد. اگر نباشد و علم نمیشه. باور میکنید دیروز در نماز پیشین 2 موی سفید قطیم بود، صنفای 4 رفته سوز ما اینا را سنجش میکنیم موزی. 2 بچه یک دختر رفته است. من کره پرسیدم 4م صنف، ای 2 کره 3 کره ندونست، دخترک تا 5 کره دونست. اما تا همین دخترک کاریم نمیشه. شما بچه ها باور کنین عیب است، عیب است، شرمندگی است، این فخر نیست. کی عیب دارد بگی سوال میشد. ولی بسیاری آدم خوش سفید میکنند، گویا که معلم هم من چیکار کنم دست میتونم. برای چی طلب نمیکنیم؟ باید استاد از طلبه طلب کند علم. دارمی 20 minut گیم که 30 minut وقت است می شینه 20 minut چه خدا خواهد انشاءالله با سوال و جواب پرسد. من آرزوم است که خدا خواهد همه این مکتبا هر ماه مسابقه کنن، بحث کنن از فیزیک، از بیولوژی، از شیمی و ها کذا، از فنون چی آزموده انشاءالله علم وسیع کردن در کار. انا ما باید پیشرفتی میکنیم انشاءالله خدا خواهد. این تلفن اگر به همین واسطه باشد، من چند مکتبا دیدم تلفن باز که میشینن، یا که معلم التماس میکنم تلفنش وقتی دورمستگیش نه در هم کابینتش خدا خواهد در جای ژورنالش مونه دور 10 شبتیت در باور میکن در دست قریب 3-4 بار میخیزد. 3-4 بارم 2 minute اوش 10 minut وقت پتر یشید. و یه خیلی 40 minut باشه 30 minut به ثمر وای چی حاصل میگیرد وای. بلکه ما خفه میشم وای. لیکن ما مقصد سطح علم برای برداشتن چیکار کردن در کار؟ درست کتاب بعد خوندن نمیتوند. کتاب خوندن نمیتوند. یک حکایه را خوندم در زبان عربی است. یک جوان کودک طرف دریا میرود که یک داسکه کشال است. در داسکه نوشته است لا تعبر علی جسر فیه خطر. بالای این یعنی کوپروک نگذر که در این خطر است. میخواند میگد گشته به دیگر راه سلامت میرود میگد. به جای میگه دیگر کودک میاد میگد خواندن نمیتونه. یک داسکه کشال است بالای وی میرود مابینش میرسد که تختای میگه پوسیدگی بود میشکند و در دریا غرق میشود. من ببینین به علم میره. به علم چین تا چین چیز خدا خواهد انشاءالله واسه. دوم پدر مادر توصیه میدادگیمو دائم انشاءالله علاقهشو با مکتب زور شود. همکاری مکتب گوشو بای استاد ده. ما با هیچ فرق نداریم. ما با هیچ فرق نداریم. و هم استاد است. و هم مثل ما خدا خواهد انشاءالله پدر است و یارم باید که حرمت کنند، عزت کنند، دعاش گیرند. بزرگ گفتن که درخت از هوا بهره میگیرد، آدم از دعا. نبینید دمک دعای استاد شرط و ضرور است. امام اعظم با این کارش میگم امام اعظم رحمت الله علیه در عمرش حیات شو خونه استاد شو 40 کوچه او طرف بوده پاچیک دراز نکردن حرمتی استاد. جانبی خانه استاد. جانبی خانه استاد که وای استاد است. امروز ما استادا از زده شدیم. گفتی شیخ سعدی و شیرازی و تعلیم مده بدزاد را، بدزاد اگر استاد گردد سنگ زند استاد را.
امروز استاد انکه یاد گرفته است یک بچه هاش امروز انشاءالله خدا خواهد چیش دست است وای منظور گفته است. برای من انشاءالله خدا خواهد علمت میگه در عمل یار گردد قدری تو 1000 گردد. علمت اندک از قدرش بدار که در او علم از قدر بسیار. اندک باشم خدا خواهد انشاءالله چیکار کنیم؟ یعنی باید که عمل کنیم. آداب استاد گفتیان در کتاب فتوحات نامه خواندم 4 عهد بوده است طلبنده پیش استاد اومدن. یکم گفتیان در آمدن با حرمت یعنی السلام علیکم و رحمت دروازه باید تق تق کند گفتیان و السلام علیکم استاد ممکن است و دست درویم اگر عقیم مانده شد اجازت یاد میگد یعنی بشیند و میگد نشستم با عزت شیشتگی جاشنم حرمت شد باید که شاگرد بدوند بده است گجان داشته است پیش کین داشته است در گجا شده است نه خودش جواب گیرد نه به پروانه. من دورای شورای بود باور میکنین بعضی طلبه‌ای بود که از معلم گفتگیش پیغام اومده گفته میداد. برای چی؟ چون که اعتقاد جلب و همه فکرها فقط به چی بود؟ گوش کردن استاد بود. امروز همه فکر جلب در تلفن است. این بدبختی ما. 4 مفتیان چی؟ یعنی سخن کند با حکمت. میگه وقتی که استاد سوال میتی با حکمت بته. حکمتناک گپ باشد. حکمتناک چیز پرس. و چهارمش خستن با خدمت. استاد بعضی که خدمت نیست مانده. ببینید این 4 عهدی که برای شاگرد است باید شاگرد انشاءالله خدا خواهد این عمل کند انشاءالله خدا خواهد انشاءالله چی میشود؟ موفق میشود. یک شاعر خوب گفته است با شاگرد کسی دلشاد گردد ببینید بود روزی که خود استاد گردد. کسی که اگر با شاگرد شاد باشد که امروز میشنیم که یک شاگردش اگر یک دانشکده داره در چند موضوع میشنم که یه شاگردای ما خدا خواهد اینستیتوت دورمنده است یونیورسیته دورمنده است فخر میکند باید که هم استادا همون طلبا مثل فرزندش داند مهرش انشاءالله خدا خواهد چی؟ یعنی به همون طلبه هاتیت همچون بچه همچون دختر داند خدا خواهد این حس کند که وعده که پیش الله داده است و وعده که نزد حکومت داده است. من جناب عالی الحمدلله برای خدا خواهد معلما استادا چقدر غمخوری های زیاد دارد. یک برنامه شدن که تا $1000 اتوشون میبردارم. مقصد چی؟ مقصد به دیگر کار مشغول نشوند. به دیگر کار مشغول نشه فقط چیکار کنن؟ علم انشاءالله خدا خواهد یعنی بچه ها بتیان علم انشاءالله خدا خواهد آموزونن. این یک بدبختی را میگم در اینجا با پایان میکنیم. این بدبختی پدر و مادر یعنی فاتحه کردنی در عرفه مکتب است. گهواره بخش میگویند انمی گهواره بخش از 7میش 8میش داده است هرچند فقط در عشق گم از خلاص یه عشقم رسا کرده پرتفتن خوندن نیست. این بدبختی ما است. محمد اقبال میگن خلق را تقلیدشان برباد داد عید و 100 لعنت بر این تقلید باد. ما تقلید اکو با اروپا ایروی دانش کنیم. در دانش میگه که حضرت محمد اقبال به یاد مصراش میگه همین تقلید میگه ما را رسوا کرد. تقلید که عموما حاصل نداره. گپ در دانش است. لباسی عادی پوشن مکتبانده عادی یک لباس ها نیکی انیم پر باشد. میگه کله خالی و سله چی در کار؟ کله خالی نه شفقه چی در کار؟ تو نمی؟ این کله خدا خواهد انشاءالله پر باشد و این لباس زیبا نشون دادن میگرد آدم. قطعی کدام لباسی که میپوشی چون که علم انسان است که نور میتید. و قبل جامعه که کار شمشیر کنن نه غلاف. نه غلاف. بینه؟ بعد همین سوا امید میکنیم که پدرها انشاءالله علاقه با مکتب زور کنن. در یک ماه یک بار 2 بار 3 بار اومده در درس اشتراک کنن. معلم ها را بهاتیان فرزند خش بهاتیت و غمخواری کند انشاءالله خدا خواهد درجه عالی میرسن. منم پدر من مثل سخنهای خوبش بیاد است کودک بدیم در این نگرفتن میزدن ما جنگ مو میکردن میگفتم بچم حالی کلان شی بعد میگوی کاش که در کودکی میخواندم
کاش که میکردم نه که بعد وقت میگذرد بچم. ولی من در چشمت گنده نمایمتیم نه که من دوست هستم بچم. تو بگه عالم شی، بگه خدا خواست صاحب درجه شی، اگر برای خود است، این برای من نیست بچم. من نیستم میگذرم میرم ای دنیا نه که من در چی رحمتش میرسه. بچه کی؟ بچه دوملو احمد من در ثوابش رسه، رحمتش رسه. چون که در دنیا آدم ها گوین که فرزند تربیه کرده است، این رحمت به فرزند بچه فلان چی گوین. این چونکی علما گفتن که آخر این زندگانی مردن است، آبروی نزد مولا بردن است. باید ما در نزد مردم، در نزد الله باید آبرومند باشیم ان شاء الله. خدا خواهد بیان همین کارا را نکنن، در خانه چو کروجاک تشکیل کنن. پدر ان شاء الله یک هفته یک روز درس علمی تشکیل کند و بچه سواجاب که خد دفتر تا بیار چی بچه‌م کنی من 7 روز شید خوندن تا کنی 7 روز درس رفتی خیلی 3 روزم رفت چی کنی سلوش کنی باش کنی بهای معلمت کنی تو چی خوندسته کنی کتابت گیونده اومدی. اگر کنترل شد همون بچه‌م حس میکند. نشود چی بپرش میگه پدر نه پسر کی چی نیست کو هم رفته اومدن میگه دروغه. هم اصطلاح بند میکند، هم لباسش میکند، وقتش بیکار صرف میکند با بیکاری، با شوخی، با بازی، بعد کلان میشود، خار و زار میشود. خار و زار میشود میگردد از زمین عقیبی خلاقت ان شاء دنیا دیده. من بعضیش گرفته است، زن گرفته است، جنبانده نمیتوند دیگه، پول نیست، مجبور در مسافریت، عذاب بالای عذاب، 3 سال و 5 سال از عائله دور، از پدر و مادر دور. و پدر و مادر کو دیداری بچند از دور در سال پیرشو کنی در اینجا باشن آرزو میکنن. نیکی همه سببگار معلم نخستین پدر و مادر است عزیزان من. از این باحت امید میکنیم که خدا خواهد انشاءالله کمتر باشم، پر مضمون هم باشد انشاءالله. مقصد این شما را ما طعنه زدن نیست، مقصد ما شما عزیزان پس زدن نیست. شیخ سعدی هم یک شعر خوبش دائما تکرار میکنم، عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک هوشیاری دهد. بلکه مسئله ما یک تا آدم هم اصلاح شود، این بخت جامعه ما انشاءالله خدا خواهد. البته رحمت درست تاکید کردید و در همینجا باز همین رو گفته گذاشتنی هستم که من بسیاری ها میگویند که تشویش زندگی ما را اذیت میدهد و من بسیار اذیت میکشیم، لیکن فراوان زندگی کردن، ساده کرده، خلقانه گوییم راحت کرده زندگی کردن و پیش از ما خودمو سببگار شدن ما لازم است. اگر خانه صاحب علم و معرفت گردیم، عقلناک باشیم، با عقل باشیم، البته زندگیمون هم فراوان میگردد. پیش از همه به حرکتی ما و شما وابسته است عزیزان و در دنیا از همه شخصی با نفوذترین، صاحب احترامترین شخصی است که صاحب علم و هنر و عقل می باشد. به علم و هنر انسان در حیات اصلا موفق شده نمیتواند و شما در بالا ذکر کردید که انسان در حیات 3 پدر دارد و پدر سیومین از یکمین و دومین افضلتر است، بهتر است. این پدر استاد ما و شما می باشد عزیزان. پس معلوم می گردد که حرمت استاد را بجا ماندن شرط و ضرور است. سلامت باشید.